سلام دوستان، شروع میکنیم یونیته 8 انل رتور، یه رفت و برگشت. انل رتور. à la gare de Toulouse، در ایستگاه قطار رو بهش میگن گار. à la gare de Toulouse. من معنی این متنا رو براتون اون وقت روی تلگرام مثل همیشه میذارم با صدای اصلی خود متن که گوشتون به صدای اصلی هم عادت بکنه. Toulouse, ici Toulouse. Tous les voyageurs descendent du train. تولوز اسم شهری تو فرانسه، جنوب فرانسه هستش. میگه تولوز، اینجا ایسی تولوز، اینجا تولوز هست. تو les voyageurs، تمام مسافرین، descendent du train، پیاده میشن از قطار. correspondance pour Montauban. ببینید او ان صدای اون میده، ا صدای او میده و ان صدای آن میده. Montauban اینم اسم یه شهره. correspondance pour Montauban. correspondance وقتی که یه اعلامیه برای مونتوبان. départ 11h13، حرکت 11 و 13 دقیقه. که نمرو 2، که میشه سکو، سکو شماره 2. voie 3، voie میشه راه، راه 3. correspondance pour Carcassonne، اعلامیه برای کرکسان، اسم یه شهر دیگه است. départ 11h29، حرکت 11 و 29 دقیقه. که نمرو 4، سکو شماره 4. voie B، راه B. Toulouse، ici Toulouse terminus. terminus میشه پایان یه خط رو بهش میگن ترمینوس، پایانه در واقع. tous les voyageurs descendent du train، تمام مسافرین پیاده میشن از قطار. la correspondance pour Montauban part du quai numéro 2 voie C départ 11h13. اینو دوباره آمده تکرار کرده به یه صورت دیگه. میگه اعلامیه برای مونتوبان، حرکت از، حرکت par du، حرکت میکنه از سکوی شماره 2 راه 3، حرکت ساعت 11 و 13 دقیقه. correspondance pour Carcassonne، اعلامیه برای کرکسان. par du quai numéro 4، حرکت میره از، در واقع میره از سکوی شماره 4 راه به. départ 11h29، حرکت 11 و 29 دقیقه. tous les voyageurs descendent du train، تمام مسافرین پیاده میشن از قطار. correspondance pour Carcassonne، اعلامیه برای کرکسان. départ 11h29، حرکت ساعت 11 و 29 دقیقه. که نمرو 4، سکوی شماره 4. voie B. ادامه میدیم با تکست بعدی. écoutez le texte. تمرینه، ببخشید، تمرینه. écoutez le texte puis répondez aux questions. گوش کنید به متن و جواب بدید به سوال ها. à quelle heure part le train pour Montauban؟ ساعت چند حرکت میکنه قطار برای مونتوبان؟ de quel quai part le train pour Montauban؟ از کدام، ببینید کل رو قبلا خوندیم، که چون که مذکر هستش کل شما به صورت مفرد مذکر آمده. از کدام سکو حرکت میکنه قطار برای مونتوبان؟ à quelle heure چون که میگیم une heure مؤنث هستش، کل ما اینجا به صورت مؤنث آمده. در ساعت چند est-ce qu'il y a une correspondance pour Carcassonne؟ در ساعت چند یک اعلامیه برای کرکسان هستش. est-ce qu'il y a حالت آیا داره، ولی گفتیم که فقط برای زیبا کردن جمله میادش وقتی که قبلش ما فعل کلمه سوالیمون رو داشته باشیم. sur quelle voie part le train pour Carcassonne؟ برای روی کدوم راه حرکت میکنه قطار برای کرکسان. نمرو 2 lisez le texte، بخونید مکالمه رو.
یا متن رو et repérer les expressions nécessaires pour comprendre les informations dans une gare. بخونید متن رو و پیدا کنید اصطلاحات لازم رو برای فهمیدن اطلاعات در یک ایستگاه. اینجا دارید ببینید وقتی میگه correspondance pour Montauban، correspondance pour این یک خودش یه اصطلاح اعلامیه برای، départ حرکت، که سکو، voie راه، اینا اصطلاحات مهمیه که شما باید توی این متن حفظ کنید.